سری برنامه‌های ایسم به زبان ساده. این قسمت سوسیالیسم. سوسیالیسم یک تفکری هست که قصد داره همه افراد جامعه فرصت‌های برابر داشته باشند. برخلاف سرمایه‌داری که در آن بیشتر ثروت‌ها در دست چند نفر یا شرکت‌های بزرگ است، سوسیالیسم می‌خواهد منابع و ثروت‌های اصلی مثل کارخانه‌ها، زمین‌ها و منابع طبیعی در اختیار دولت یا جامعه باشد. هدف این است که همه افراد از این منابع به طور یکسان استفاده کنند و هیچ کس خیلی پولدار یا خیلی فقیر نباشد. در سوسیالیسم، دولت یا جامعه کنترل بیشتری روی اقتصاد و منابع کشور دارد. این به این معناست که هیچ کس نباید بیشتر از دیگران بهره‌مند شود. ایدئال نظام سوسیالیستی تولید بر اساس نیاز می باشد و نه بر اساس سود. در نظام سوسیالیستی، تمام تصمیمات قانونی مربوط به تولید و توزیع توسط دولت اتخاذ می شود. همچنین دولت میزان تولید، قیمت‌ها و تامین نیازهای شهروندان از غذا گرفته تا مراقبت‌های درمانی را تعیین می‌کند. ریشه‌های سوسیالیسم به اولین تمدن‌های بشری باز می‌گردد. زمانی که جوامع قبیله‌ای یا طایفه‌ای منابع را به صورت مشترک استفاده می‌کردند و تولید جمعی برای منفعت عمومی اساس زندگی اقتصادی آنها بود. در این جوامع اعضا با همکاری یکدیگر تلاش می‌کردند تا مایحتاج کافی برای همه تولید کنند. با وقوع انقلاب صنعتی و تغییرات گسترده اقتصادی و اجتماعی در بریتانیا و سایر نقاط جهان، نظام سوسیالیستی به عنوان پاسخی مستقیم به شرایط جدید پدیدار شد. در حالی که سرمایه‌داران از نیروی کار طبقه کارگر به ثروت رسیدند و فقر در میان کارگران گسترش یافت، سوسیالیسم به عنوان جایگزینی برای سرمایه‌داری مطرح شد. جایگزینی که هدفش بهبود وضعیت زندگی طبقه کارگر بود. در اواخر قرن 18 و 19 کشورهای اروپایی غربی با ظهور نظامهای سرمایه‌داری اولیه رشد صنعتی و اقتصادی سریعی را تجربه کردند. در نتیجه برخی خانواده‌ها به ثروت‌های کلان رسیدند، در حالی که بسیاری دیگر در فقر فرو رفتند. این شرایط نابرابری درآمدی و دیگر مشکلات اجتماعی را به دنبال داشت و زمینه‌ساز رشد گرایش به نظام سوسیالیستی شد. از جمله نخستین اندیشمندان تاثیرگذار در حوزه سوسیالیسم میتوان به رابرت اوون و آنری سن سیمون اشاره کرد. بعدها کارل مارکس و سپس ولادیمیر لنین با بسته این ایده ها نقش مهمی در گسترش نظری و عملی نظام سوسیالیستی ایفا کردند. برای توضیحات بیشتر درباره سوسیالیسم و سایر مکاتب فکری یا اقتصادی میتونید به سایت ما مراجعه کنید که لینکش رو براتون توی توضیحات ویدیو قرار دادیم. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. بدرود.